تراکتور و پرسپولیس اصلا مشکل خاصی نبوده واقعیت. یکی دو سال هم به خاطر دو نفره که داره این اتفاق میفته. دو نفری که ترک نیستن، آذری نیستن، تبریزی نیستن، ولی خب دو تا استان رو مقابل هم، یعنی هوادارشون مقابل هم قرار دادن و دارن جنجال درست میکنن، حاشیه درست میکنن. حیفه واقعا. دو نفری که اون تعصبی که دارن رگشون میزنه بالا، اینا رو قبلا برای پرسپولیسی انجام میدادن. یعنی همه این خوشنمک بازی‌های اون دو نفر رو اگر شما ببینید قبلا برای پرسپولیسیا میکردن. اولین لوگویی که بوس کردن لوگوی پرسپولیس بود. پرسپولیس میبرد گریه میکردن از خوشحالی. جامی که بالا سرشون بردن جام پرسپولیس بوده. تاریخ خودتون رو خرج آدم‌هایی نکنید که بعد از اینکه فوتبالشون تمام بشه برمیگردن تبریز. و چیزی هم تا پایان فوتبالشون نمونده دیگه. پولی هم که دارن میگیرن پول منفور شدنشونه، ولی خب به هر حال اینا فوتبالشون تمام بشه یه جوری فراموش میشن که انگار به دنیا هم نیومده بودن، چون اونجوری که باید رفتار نکردن و کارشون رو به درستی انجام ندادن.